السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خداوند هیچگاه یگان مؤمن و مسلمان محتاج عموما مردم با ایمان نکنه. خدا یابانشون باشد دست ما میوان خودشون گم میکنن، میخواه که مردم برای اونها تعظیم کنن، بیان دستاشون بوسه کنن. الله تا این روز مرا محتاج هم کس نکرده است و بعضم نکنه. میان بنو که چلیکشون تو فلانی قاری نیستی. خب بعد همون باشم چیکار کنم؟ خب بیام با تا بوسه کنم یا که سر تا بوسه کنم؟ تا این روز محتاجم نکس و الله فردارم، یعنی پسانم محتاجم نکنه. و انسانایی که کبر و غرور داره از سبب ملک مالتون، الله اون ملک مال شما بگیره، شما سزاوار اون ملک مال نیستین. الله توفیقتون بده، هدایتون بده. چقدر خدمت هم نکنیم، گناهگاریم. الله شکرگزار هستم که تا همین روزه نطلبیدم یگان بای پل و فردارم انشاءالله نمیطلبم. دستی خود را بوسه کن، خود را محتاج هیچ کس مکن. برختون بایم. الله نگهبانتون باشه. الله اولش هدایتون بده. خوشبختی دو بایی و دو دستون پل شما نیسته. فی امان الله. السلام علیکم.